My name is Lodolo Pierangelo. I'm the General Manager of Clamco Sistemi. معرفی کردن خودشون آقای پیرنجلو لودولو هستن از شرکت ایتالیایی که چراغ‌های ضد انفجاری که روی ساختمان‌های بلند نصب میشه رو تامین میکنن. To signal the obstacle to the aircraft. Our experience here in در ایران از سال 2005 شروع به کار کردن. برای 15 سال هستش که با همکاری شرکت تجارت داناپایه کارشون رو توی ایران دارن انجام میدن. Since 15 years. Our solution are using علاوه بر صنعت نفت و گاز توی صنایع دیگه هم در ایران در حال فعالیت هستند. یکی از تکنولوژی جدیدی که توی این نمایشگاه دارن معرفی میکنن اینه که بشه ابستراکشن لایت‌ها، چراغ‌های خطر رو، خطر ضد انفجار رو از بالای سازه ها پایین آورد برای مینتیننسش و برای کارهای دیگه که باید چراغ‌ها انجام بشه. این سیستمی که معرفی میکنم برای خدمات بعد از یعنی برای کارهای راه اندازی و برای کارهای نگهداری این چراغ‌ها خیلی مفید هستش، به خصوص چراغ‌هایی که در بالای فلر نصب میشن که کسایی که کارهای مینتیننس و نگهداریش رو انجام میدن، نگهداری از چراغ‌ها براشون راحت‌تر میشه. ما خیلی خوشحال هستیم برای اینکه شده این نمایشگاه شرکت کردیم و انشالله که به زودی در ایران نمایشگاه خیلی جالبی بوده. کانتکت و تماس‌های بسیار خوب و زیادی رو پیدا کردم و امیدوارم که این تماس‌ها بتونه مفید باشه و بتونه به سرانجام بیاره.